دوستا را سلام و درود. امیدوارم خوش خورم باشین، زندگی با کامتان شیرین‌تر از عسل باشه. دوستا، ما و شما یک برنامه هم‌هوایی داشتیم. یک ویدیو ما در ثبت کردیم که در شهر سیدنی بودک در 28 دسامبر در پارسال دیگه او برنامه برگزار شد. متاسفانه ما ببینا و مشکلات که داشتیم نتونستم برم. خب به هر حال یک چی کردم که یادآوری کردم اونجا که هر کس نمیتونه بره. به هر حال خلاصه یک چیزی سهمگیر باشه اونمو اکاونت کمیونیتی یک مبلغ را به عنوان توفه رایی کنه که حداقل بتونه برای امز منطقه از ما و شما یک کار را پیش ببره. خب به هر حال ما میخواستم امو یک چیزی که در دل خود نیت کردم رایی کنم در ما اکاونت. باز یک دو روز پیش یک ویدیو گوش کردم که یک از خواهرای از ما و شما که یادآوریم کردم، فرشته محمودی در بخش یوتیوب خیلی میخواه فعالیت داشتش. او یک ویدیوی شوش کردم که میگه ما چینل خب بستن. خب ویدیوهایشی کم کم از یوتیوبری کمی قسمه تجربه دارم. در ویدیو ثبت کدو باید مایک داشته شی و دوم یک تلفن صحیح داشته شی که بتونه تصویر صاف بگیره. باز امور اما در دل خمین نیت کردم که نفر اگه دمی زودیا کس گشت یک دنه مایک کس ما آنلاین گرفتم، یعنی میره کس توفانم برای فرشته محمودی انشالله که در دیچ بیرسه. دیگه گپ در کجا بود که امو پیسه را که من مخواستم در اکاونت رایی کنم. خب به هر حال خیر ما میره تقریبا دمو پیسه که ما مخواستم رایی کنم اون مقدر امی مای کم سرم خلاص شده. دیگه این میره کس ما رایی نمونجی بینا با مشکلاتی که داشتم ما اونجا نتونستم برم، ولی رزگک تصویرها از امو محفل در ما رسده. ما کستامور بلدهشم در نشر میلم و شما بیننده از او باشین. خیلی خوشحالم که برنامه بسیار به وجه احسن پیش رفته، خوب پیش رفته. دیگه انشالله ما و شما در سالهای آینده باز همین برنامه ها رو داشته باشیم که تا بتونیم هم یک دیگر خوره شناخت و هم بتونیم یک از او شناختی که یک دیگر خوره بیشتر بشناسیم و بینگرنیم. حداقل سال یک بار درباره امز منطقه هم یک گپ دیم. به هر حال خلاصه اگر کدام پیشنهادات یا کدام برنامه بود با هم دیگه در میان داشته باشیم که حداقل برای امزو منطقه خو یک کارکردی خوب داشته باشیم. دیگه شما را زیاد وقت شما نمیگیرم دوستان عزیز. امی ویدیوها را کسی ریزه شارتکت یک خلاصه بلدز ما هست اونا رو ما میت ادیت کدم جور کدم بلدشم در نشر میلم و شما انشالله که از او فیض ببرین از او برنامه. دیگه دوستای عزیز یک خواهش کوچک از همه شما دارم که اگر امکانش باشه همی لایک سابسکرایب کست همی چینل از ما را اگر کنین که بتونین برنامه های بعدی و دوم دیگه خود من تشویق شدم و همی چینل از ما هم کسا دبله 1000 سابسکرایب کسا بیرسه و ایر ما مونتایز کنم. به هر حال دیگه اونمورا یک خواهشی عاجزانه از همه دوستا ما دارم که کسایی که همی برنامه را همی ویدیو از ما تصویر میگیرن همی چینل را یک سابسکرایب کنین. دیگه انشالله که هر جای هستین دیگه همیتر خوش خورم باشین. مهربانی نقش هر نقاش نیست، مهربانی نقش هر نقاش نیست، هر که نقشی را کشید نقاش نیست. نقش را نقاش معنا می دهد، مهربانی نقش یار است، حیف که یار نقاش نیست. باز هم به افتخار حضور پرگرمتان.
اکنون توجه شما دوستان و عزیزان را جلب می نماییم به ویدیوهایی که از فعالیت‌های بشردوستانه و خیرخواهانه در منطقه ما و شما انجام شده. باز هم تشکر و قدردانی از تمامی مردم، کسانی که سهمی داشتند، کسانی که کمکی کردند، کسانی که در این راه حتی خشتی برداشتند و در این فعالیت ها، و تشکر ویژه از آقای حاجی نجیب عبادی که به نحو احسن و به بهترین شکل تمامی برنامه ها و پروژه ها را به عمل رساندند. باز هم به افتخار خودتان. باشد که این محفل آغازی باشد برای حرکت‌های ماندگار، پیوندهای عمیق‌تر و اقداماتی که ثمره آن لبخند بر لب نیازمندان و آرامش در دل جامعه باشد. باری دیگر از صمیم قلب خوش آمدید و سپاسگزاریم که با بودنتان این جمع ما را معنا بخشیدید. همزمان این نشست با آغاز سال نو 2026 میلادی در شهر سیدنی برای ما نشانه نیک است. نشانه نو شدن اندیشه ها، تقویت همدلی ها و آغاز راهی تازه برای خدمت. تعبیر بدرود چراغ راه انسانیت می‌فرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. امروز از شما می‌خواهیم این سخن را نه در زبان بلکه در عمل زنده نگه داریم. با هم باشیم، دل هم دیگر را محکم بگیریم و بازوی توانمند هم برای امران و پیشرفت من. بسم الله الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum Tawmai Gul. My name is Huma Dora Urubari. O Gulku, land of towering mountains and memory-making plains, homeland of hearts that beat with kindness and hands that with honor build tomorrow. You must be described with the language of the heart, with the calm voice of nature and the whisper of hope. In the heart of your mountains, people have lived who gave meaning to loyalty, people who have stood firm in hardship, who are generous in times of joy, and who in exile find peace through memories of home. O Gulkul, the shrine of Khwaja Ahmad, within you is a lantern of prayers, a place of pilgrimage for weary hearts, and a refuge for hopeful souls. Within you there is a shining school, Gulkul High School, a place where the light of knowledge has shone upon your children, and where students have lit flame of hope in the midst of darkness. And then the Atta Garden, once a field entirely of gold, its soil fertile, its sweet fruits, every corner a legacy of the labor of past generations. But today, the shadow of drought has drained the strength from the land, but not the hope from our hearts. Your mountains, O Gulkul, with all their grandeur and strength, are guardians of silence, witnesses to history, and inspiration to hearts that have learned resilience. You are Gulkul, not just a name on a map. Thank you for listening. Bismillahirrahmanirrahim. Hazar grami, hadaran, qadran, qahiran, baradaran, و قومای عزیز، السلام علیکم. امیدوارم تمام شما جور صحتمند باشید و همچنین سال نو میلادی 2026 را خدمت یکایک شما عزیزان پیشایش، تبریک و تهنیت می‌کنم. از خداوند منان برای همه شما یک سال خوش و پر از دستاورد آرزو دارم. حضور صبر شما در این محفل با شکوه و امیدبخش خیرمقام گفته خوش آمدید می‌گویم. ما فاطمه عبادی، دختر حاجی غلام حسن از سرپل گلکو و همسر حاجی نجیب الله عبادی هستم و تقریبا از 19 الی 20 سال است اینجا در شهر عادلات زندگی میکنم و از مدت 9 الی 10 سال در بخش ترجمانی، البته در زبان هزارگی و اردو فعالیت دارم و همچنین درایوینگ اسکول. خب خدمت شما عرض کنم که ما شما در یک کشور زندگی میکنیم که شکر از فضل خدا هر آرزو کنیم و یکم تلاش بر آوردن می شود.
خدا به ما انسان ها اشرف المخلوقات خطاب داده و این به این معنا است که هر یک ما در این دنیا یک هدف معنوی داشته باشیم و برای به هدف رسیدن باید تلاش و مشقت کنیم. با گفته دکتر سیما سمر، بانوی فعال اجتماعی، ما در جامعه باید مفید باشیم تا مهم. از زمان ورود به این مملکت وجود یک چنین انجمن مردمی و قومی را تصور می‌کردم و آرزو داشتم که با ایجاد چنین انجمن مردمی و قومی بتوانیم مشکلات و نیازمندی‌های اولیه قوم‌ها و مردم بی‌بضاعت و غریب منطقه خود را برطرف و رسیدگی کنیم که الحمدلله به همت و همکاری شما عزیزان این آرزوها در حال تحقق یافتن است. مثلا ساخت مکتب که بنیاد یک ملت را می‌سازد، ساخت سرک برای عبور و مرور مردم و حفر چاه برای آب آشامیدنی در جایی که مردم از بنیادی‌ترین حقوق انسانی محرومند. البته کمک بزرگ است برای زنانی که عمده‌ترین وقتشان را برای آوردن آب و لباس شویی ساعتها در رفت و آمد بودند. به همت شما عزیزان عزتمند تحقق یافت. عنوان یک زن از تمام شما خواهران و مادران تقاضا دارم مانند مردان و برادران خود همچون برنامه‌های سهم فعال گرفته و احساس مسئولیت نماییم و دیگر زنان و خواهران خود را نیز تشویق نماییم تا سهم بیشتر داشته باشند. و جا دارد از یکایک شما بابت برگزاری چنین محفل باشکوه و با معنویت که منظور از دید و بازدید و همسویی و همدلی برگزار گردیده است تقدیر و تشکر نماییم. و همچنین از کسانی که در این راه خیر و پروژه‌ای که ساخته شده همسرم را یاری کردین سهم گرفتین یک جهان سپاس. و خواهشمندم از این بپس با سهم فعال هر یک خود برای آبادی و ادامه کار و برنامه برای برادران و خواهران مردم خود در داخل افغانستان و در خصوص منطقه گلگو دست به دست هم داده بیشتر از پیش تلاش نماییم تا بتوانیم کارهای بهتر و موثرتری را انجام دهیم تا باعث سربلندی و موفقیت بیشتر همه ما در دنیا و آخرت گردد. با امید اتفاق، اتحاد و همدلی. تشکر از توجه شما. از بیانات ارزشمند و تاثیرگذار سرکار خانم فاطمه عبادی صمیمانه سپاسگزاریم و از ایشان بابت حضور موثرشان در این برنامه قدردانی میکنیم. باز هم به افتخار خانم عبادی. صدایم میکنی عشقم صدا
صدایم